ادب دعا اینه که قبل از اینکه چیزی بخوای از خدا تشکر کن. ادب دعا این است که قبل از اینکه چیزی از خدا درخواست بکنی از خدا چیزایی که داری رو تشکر بکنی، ولی بی ادبیه. دعای بی ادب هم که مستجاب نمیشه که. بی ادبی نیست تو قبل از اینکه بگی ندارم نگی اینا رو دارم تشکر. همین بی ادب اینو به من بده. همین می‌خواستی به همه بگی من اینو به تو ندادم. خب قبلش بگو من چی به تو دادم. خدایی گفتن، عبدی گفتن، چشم رویی گفتن، بی چشم رو بازی دادن نباید در بیاره. همین می‌خواستی به همه بگی من اینو به تو ندادم. خود ما گرفتار شدیم، خونه نداریم، ای خدا به ما خونه. بابا بی ادب نباش. اول اونایی که داده بهت بگو. فعلا یه زن و بچه سالم بهت داده، عقل بهت داده، چشم بهت داده، گوش بهت داده، دیگه اصلا وقت نمیشه بقیه‌شو بگی. فعلا اینا رو یه فهرستی ازش تشکر کن. این ادب دعاست. ادب دعا اینه که قبل از اینکه چیزی بخوای از خدا تشکر کن. ولی بی ادبیه. دعای بی ادب هم که مستجاب نمیشه که.